مخاطبین خوب کانال ترفندونی، امروز واسه گوشی من که A73 هستش چک کردم، دیدم اندروید 15 و وانیوی 7 اومده. دانلودش کردم، الان میخوام بزنم واسه نصب. یکی از بزرگترین قابلیت هایی که روی ورژن اندروید 15 و وانیوی 7 روی گوشه سامسونگ توی ایران فعال شدن 5G که تا قبل اون گوشی‌هایی که 5G رو پشتیبانی میکردن فعال نبود، چون با اپراتورهای کشور ما قرارداد هنوز نبسته بودن و فعال نبود که با اندروید 15 وانیوی 7 این اتفاق افتاد و داره گوشی‌هایی که آپدیت میشه این قابلیت واسه شون فعال میشه. سریای S که آپدیت های اندروید 15 شون اومده و فعال شده، سریای A هم داره دونه به دونه واسه شون آپدیت میاد و فعال میشه. الان مثلا گوشی A54 A55 و A56 رو من خودم آپدیت کردم، واسه شون فعال شد اندروید 15 و اندروید 15 که فعال شد 5G هاشون هم فعال شد. حالا من الان میرم واسه پروسه نصب اندروید و بعد اون که نصب شد و بالا اومد 5G رو بهتون نشون میدم. الان رو وای فای من میرم رو سیم کارت که ببینین 4G. الان 4G بعد اینکه آپدیت شد و نصب کردم 5G رو بهتون نشون میدم.